یا پسپسکو این طرف و طرف گوشکانی نمی کنم، فقط متوجه کتاب الله متعال هستم. چرا؟ شکرگزاری نعمت الله امی قسم تقاضا میکنه که تو متوجه الله متعال باشی. زکریا علیه السلام همینطور میگه. چطور میگه؟ قال رب جل، گفته پروردگار بگردان لی برای ما آیتا یک نشانه، زمانی که حمل میگیره در وقت من عبادت تو را بکنم، شکرگزاری تو را بکنم. قال، گفت الله متعال آیتو که علامه و نشانی تو الله تکلم الناس، که تو سخن گفته نمیتانی امرای مردم 3 لیال 3 شب سویا مکمل برابر. در سوره آل عمران روز ذکر شده، اینجا شب ذکر شده. معلوم شد که 3 شب و 3 روز زکریا علیه السلام گپ زده نمیتونه. الله متعال چرا اینطور میکنه؟ زبانی که گویا بود همیشه، اما آلی گفتار کده نمیتونه. الله متعال امی زبان گویی تا قرار بند میکنه، گنگ میسازه. خود در چی چیز؟ در سخن مردم، در ذکر الله نه. عبادت الله تسبیحات گفته میتونه، اما سخن با مردم گفته نمیتونه، به اشاره میکنه. عجیب است که من سبحان الله را گفته بتانم، اما وقتی میگم که کجا رفته ای را گفته نتانم. همو زبان است، در بین هم دو فک قرار داره، همو هیچ چیزی تغییر نکرده، اما ذکر الله گفته شوه و کلامی که تعلق به ذکر الله نیست او گفتن نشوه. اینی را مردم میگه خصوصیت. اینطور خصوصیت الله برش نصیب میکنه که دمی موقع با جز از یاد الله دیگه هیچ گپ مناسب نباشه. زمانی که روزه را تکمیل میکنی، در وقت افطار میشینی، دمی موقع قطعی کسی گپ نکو. دمی موقع دستکی بالا کو، چیزی که سوال داری، چیزی که مشکل داری، از الله متعال طلب کرده باش. یه نمو ساعتی است که برای تو مناسب نیست که قبل کسی سخن بگویی. نه، فقط توجهی تا به الله متعال برابر کو و از الله سوال کو که دم اینجا قبول میشه. یعنی وقت اجابت است. زکریا علیه السلام اینمی قسم. چرا؟ احسان الله سرت شد که یک روزی بستر با این قدر گرمی تو چی کردی؟ در تکمیل رساندی. شکر الله را بکش. این شکر الله را این رقم بکش که دمی فرصت فقط و فقط راز و نیازت با الله متعال باش که الله تو مرا کمک کردی، تو مرا امداد کردی، یک بستر روز در سخت امتحان قرار دادی، اما الله توفیق دادی که حالی مطابق فرمان تو این قرما را گرفتیم افطار میکنم. الله قبول کن. یه عبادتیم که به این محنت انجام دادیم، اگر تو رد بکنی این تکلیفی ما هدر میره، ضایع میشه. الله تو قبول کن عبادت مرا، تلاوت مرا، نماز مرا، صدقه مرا، روزه مرا. بعد از او درخواست کو الله بخشش کو پدر مادر اقاربی مرا، دوستی مرا، الله فلان مشکل مرا حل کو. چقدر موقع اجابت است. ما شما سر رو صدا را میپرتیم بیارمو زن چی کدی چایا چی کدی بالانی را اول مقال شروع میشه همینطور وار خطا میده و همینطور نیگه پا نیست. وقت افطار است. خب با توجه کامل به سوی الله متعال. این درس از قرآن بر ما میده. زکریا علیه السلام در این موقع متوجه الله متعال است. با جز از ذکر الله در زبانش چیزی دیگری نمیگرده. فخرج علی قومی، برآمد بالای قومی خود. من المحراب، محراب جای عبادت میگفت. این محراب نمیگه. این محراب پسانا در زمان رسول الله نبود، پسان جور شده، اما مصلحت دین دیش است. این را بدعت للدین میگه. اگر کسی محراب ضروری بدانه و بگه که بی محراب نماز نمیشه، باز بدعت است. نه، این برای مصلحت است. وسط مسجد قطعش معلوم شده، گنجایش مردم در مسجد زیاد میشه، یک نفر در اونجا پیش میشه. اگر نفر امام در پشتی سر باشه خیلی جای باقی خالی باقی میمانه. مردم میشناسه که اینی مسجد است، محراب داره. اینا اینی مصلحت ها دیش است. محراب جای عبادت بود. از همون خاطر اتاقی را که زکریا علیه السلام برای عبادت خود خاص کرده بود از او برآمد. فاوحى الیهم ان سبحوا، اشاره کرد. نه، وحی اشاره را میگه در لغت عربی. وحی چی را میگه؟ اشاره را، اشاره سریعه. اینجا زکریا علیه السلام برآمد، قطعی مردم سخن گفته نمیتونه با جز ذکر الله، از او خاطر اشاره کرد. ان سبحوا بکرة و عشیا، که شما پاکی الله متعال بیان کنی صبح و بیگا، یعنی همیشه با پاکی الله متعال مشغول شوی. یا یحیی خذ الکتاب، الله برش بچه داد. یحیی علیه السلام در دنیا آمده، با چه چیز مامور میشه؟ چه امتیازی داره؟ یا یحیی، الله متعال میگه یحیی خذ الکتاب، بگی کتابه در دست بگی. نه، معنای خود که در قرآن کریم میایه ایمان را داره. کتاب مراقبت بکو، یعنی چی معنا؟
کتاب مراقبت بکو، دقیق شو، معانی و مطالبش فرا بگی، سری احکامش عمل بکو، دعوت به سوی کتاب بده. او وقت معنای خود پوره میشه. خود این میره میگه قرآن وقتی ما و شما گرفته میتونیم که مطالبش بدانیم و بعد از او سری احکامش عمل بکنیم، در زندگی خود تطبیق بکنیم. پس از او دیگه مردم هم دعوت بدیم به سوی چیست؟ تعلیمات قرآن کریم. اون وقت حقوق قرآن هم پوره کردیم و معنای خود گرفتن هم میشه. از او خاطر کلمه بقوتین نگفته، خذ الکتاب بقوتین، بگی کتاب با قوت. اینا نگفته که در دستی تو محکم بگی کسیش بید نگیره. بقوتین معنی است قرآن حفظ کو، درست کو، یاد کو، خوب به قوت. چی معنی؟ عملی کو. یک شی که عملی شوه باز از یاد آدم نمی روه. و آتیناه الحکم، صبی داده بودم به یحیی علیه السلام الحکم، فهم دینه، فهم دینه برش داده بودم. صبی در حالت خردیش، طفولیتش الله امتیاز برش داده بود. خرد بود اما بسیار زیرک بود، بسیار میفهمید. و حنانا من لدنا، صفتای خصوصی الله برش داده و این صفتا به هر طفل مناسب است. و حنانا رحمت دادیم، یعنی نرمی دل برش، شفقت برش نصیب کردیم. من لدنا، از جانب خیش بسیار مشفق بود، رحم دل بود برای پدر و مادری خود. و زکاتن، و برش نصیب کرده بودیم پاکی را، هر نوع پاکی را، از عقیده، از عمل، از اخلاق، کلش پاک بود. و کان تقیا، تنها همینطور نظریاتی نه، و کان تقیا عملا متقی بود، از همه چیزای غلط نادرست پرهیز کرده بود. نه شرک دو دیده بشد، نه بدعت، نه بدبختی و بد اخلاقی و زشتی. و برم بوالده، خیلی نیکوکار خدمتگار بردو پدر و مادری خود. ولم یکن جبارا، نبود متکبر عصیا سرکش. امرای مخلوق هم متکبر نبود که خود کلان بتراشه، و عصیا سرکش از الله نبود، حقوق الله هم تکمیل میکرد، پورا میکرد و با مردم هم بسیار رویه درست داشت. و سلام علیه، سلامتی باشه بالای ازی، سلامتی بود بالای ازی یوم ولده، در روزی که تولد کرده شد. شیطان ایره مسا کرده نتونست. و یوم یموتو، در روزی که میمیره در عذاب قبر هم سالم است. و یوم یبعث حیا، در روزی که زنده کرده میشه، بلند کرده میشه از قبر، حیا زنده، در اونجا هم سالم است، یعنی از او شرمساری هم به امن میشه. مفسرین میگه سه حالت برای انسان سخت حالت شرمندگی است. بسیار انسان چی میشه؟ شرمنده میشه. یکی که نو از او دنیا در این دنیا میایی، اینطور فکر میکنی که من از خانه خود برآمدم به چی سرنوشت مبتلا میشم. چرا؟ رحم مادر برای جنین طفل یک چیستا جای مسئول و محفوظ است که هیچ پرسان نکن. زمانی که در دنیا میایه اون فریادش چیستا دنیا را میگیره، چه میزنه که رفتم حالی از جای خود به جای شدم. از او خاطر اولین چیستا چوندیرم که میگیره، کی میگیره؟ شیطان میگیره که من در سرت هستم. لیکن یحیی علیه السلام الله متعال در این حالت نگذاشت. دوم مرحله که برای انسان برای خیلی رسوایی است، عذاب قبر است که اونجا میری او چیستا این خانه را، این کاشانه را، این وسیع اتاقا را سعی که در مسجد نشسته استیم پکه میگرده، اونجا که در قبر مانده میشی، قبر سنگا سرت مانده میشه، کل سوراخا بند میشه قطع گل و بعد از او خروار خاک سرت انداخته میشه. اونجا چی میکنی؟ انسانی که کمی تصور داشته باشه، کمی فکر داشته باشه، امی حالت در نظر خود بیاره، باز تو نافرمانی الله را بکو، باز تو عیش پرستی بکو، باز تو فحاشی و عیاشی بکو، باز تو نماز ترک بکو، باز سر مردم ظلم بکو. کلا قطعا نه. افسوس است که انسان بسیار چشم خیلی چی داره؟ شوخ داره، خیلی زیاد. خود میبینیم قبرها را میکنیم به دست خود، مرده را دفن میکنیم، اما دمونجا متابعت و تابعداری دین نمیکنیم، غال مغال شروع میکنیم، نمیگیم که یک روز زمین جمعیم از ما سوال میشه. این دو حالت. سوم حالت رسوایی است که الله متعال کل مخلوق جمع میکنه و اعمال ما پیش میشه. هر کس با گناه خود، با عمل نیک خود پیش میشه، سخت جای رسوا شدن است. از او خاطر انسان سخت نمیخواه که در اونجا رسوا شوه. کسی که تلاش داره میفهمه این مواقف، این جاها را بالکل خود درست میکنه، زندگی خود درست میکنه که من چی رقم زندگی بکنم.
واذکر فی الکتاب مریم، اینی بود اولاد بعد همی صفتا را داشته باشه. اول صفت ازیر چی بود که یحیی علیه السلام الله متعال بیان میکنه؟ این همیست که او را الله فهم دین نصیب کرده بود. فهم دین به اولاد فهم دین اول است، از همه، از انگلیسی کده، از انجینری کده، از دکتری کده، از همه کده فهم دین داشته باشه. اگر فهم دین باشه دکتر متدین است. و دکتر متدین فرق داره. دکتر متدین و دکتر غیر متدین زمین و آسمان فرق داره. دکتر متدین وقتی نماز خدا میشناسه، حجاب زن مراعات میکنه، همه گپاره، تا وقتی که ضرورت به لمس کردن بدن زن نباشه دست خدا پیش نمیکنه. اگر پیش میکنه امرای دستکش میباشه، چشم خدا پنهان میگیره، پرت میکنه. او میفهمه که بنابر ضرورت اینمی تداوی برای علاج جایز است، اما به قدر ضرورت. و ضرورت در کدام چیز است؟ اونمو به قدر ضرورت لمس میکنه، میبینه. اگر نباشه نه. مردمای لوبالی که دین نمیفهمه، اگر دکتر شوه مردم تباه میکنه، انجینر شوه اون سرکار میبینه، سرکار پیسه مصرف میشه، در 100% 20% مواد کار میشه، 80% پس در رشوت و دهی گپا میره. 4 روز بعد سرکای کابل کند و کفر، میگی کابل هیچ جور نشده. عجیب نیست؟ ممالک دیگه سرکش میتور است، یک دفعه پخته شده باز میبینی که او سرک در 100 سال خراب نمیشه. اما در افغانستان هر روز سرک آباد میشه. علتش چیست؟ علت است که یا عقیده با آخرت نداره، فهم دین نداره، دین قطش نیست، هیچ لحاظ نمیکنه، میگه بخوریم بزنیم هر چی که شد دیگه. باز دیگه امریکا خواسته داده میره، باز بلدوزرای ما اموتور آرام نمانه، کار کرده بره دیگه پاسته. از او خاطر به اولاد اول چیزی که ضروری است فهم دین است که الله متعال در اینجا برای ما بیان کرده. او فهم دین توسط چی میه؟ گرفتن کتاب الله متعال با قوت، عملا مقاصدش بفهمی، عملی بکنی، دعوت بدی. بعد از او الله برای کسی که شفقت نصیب بکنه، نرم دل باشی و پاکیزه باشی، اخلاقیت، عقیدیت، عملیت. بعد از او چیسته؟ تقوا را در پیشه کنی، با امرای پدر و مادر خدمتگار جور شوی. این کلش اونمو صفتای است که برای اولاد مناسب است. الله نصیب شما بکنه. واذکر فی الکتاب مریم، یاد کو پیغمبر علیه السلام، فی الکتاب در یک قرآن کریم، در یک کتابی که برای امتی تا آمده. کی را یاد کو؟ مریم، قصه مریم، چرا که خیلی آموزنده است، برای از یاد درسای عظیم میده. الله متعال مامور ساخته پیغمبر که داستان مریم برای ما بگوید. چرا؟ ما از این درس بگیریم. مریم کی بود؟ چه حالت سرش آمده؟ چی گپا سرش شده؟ از او خاطر داستان از این خیلی عجیب است، شگفت انگیز است. کلی صورت که نامیده شده بود به می خاطر. مریم عابده را بگه که بسیار عبادت میکنه. کی است؟ بله، در میدان عبادت تنها مرد در درجه کمال نمیرسه، زنها را هم الله متعال در درجه کمال میرسانه. در این میدان الله متعال فرق بین مذکر و مؤنث نکرده. کسی که در کسب عبادت، یکی البته درجاتی است که او وهبی یا بخششی الله است، نبوت بخشش الله است. این را الله خاص کرده به مردا، به خاطر که مردا در مجامع میره. وظیفه بزرگی پیغمبر دعوت است. او پیغمبر اول مرتبه روبرو میشه با مشکلات و مصائب. زن بنابر امو وجود فیزیکیش، امو مواصفاتش نمیتونه مقابله امی مصائب بکنه. از او خاطر الله متعال خاص کرده نبوت برای مردا. اما در او فضایل و کمالاتی که توسط کسب حاصل میشه، مرد و زن با هم برابر است. مریم هم میتونه امو مقام بگیره و تو هم میتونی که امو مقام بگیری، ولی به کسب است. میبینیم که مریم چی کارا کرده و چه قسم حالات آمده. الله متعال پیغمبر مامور میسازه که حالات مریم بیان کن. حالات مریم خواهرای ما را، مادرای ما را درس میده. چی رقم درس میده؟ از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. زنای ما امروز در جایی که مجامع اختلاطی مرداست دموجه میره، لیسه مریم میره. در جایی که حتما رای قید است دموجه میره. کورسایی که بچه و دختر مختلط است، پانتونی که هیچ عزت آبرو به کسی نمیمونه، در اونجا میره. مریم طور نبود، زنی بود که بالکل گوشه‌گیری میکرد از مردم. زنای ما یک تنها نشسته نمیتونه که تلاوت کنه، ذکر کنه. حتما خود در پولی دیگه زن میرسه. باز که میرسید سنوی متور است، سنوی متور است. او دیگه چی میگه؟ عجیب، وی پیسه در خاک رفت، وی تباه شدی. دختری ما طلا و طلا، حالا که دختری از اونجا جنگوار کرده. نه
خسره میشناسه نه خوشوره. اینی طور گپ است. تمام روز غیبت، چیزی دیگری نیست. از مریم درس بگیری خواهرا. مریم نمیخواست وقتش ضایع شوه، عمرش ضایع شوه، لحظات عمرش ضایع شوه، عبادت الله را میکرد. قرار خوانید. راستی هم کسی که علم نداشته باشه، امروز مشکل ما از است که علم نیست، مردم ناچار میشه. شما شاید تجربه کرده باشی، کسی که علم داره او حتی، من خودم یکی از جمله خاصیت هایم الله مرا نگیرده که اکثر اوقات با پدر و مادر زیاد وقت شیشته نمیتونم. چرا؟ به خاطری که همیشه معامله ما با کتاب است، کتاب بینیسته. کسی که علم داره اجماع وقت پیدا نمیتونه که با امرای کسی بشینه نقل کنه، حتی نقل مشروع نمیتونه. چرا که سر و کارید با مو چیز پیدا بشه. زنای ما که مکمل مبتلا به غیبت است، به خاطر چی؟ هیچ وظیفه مشخصی دیگری نداره، نه کسب و کار. در کسب و کار خونه نمیمانه. مردم میگه زن است کار نکنه، خب و علم نداره که لا اقل یک کتاب ببینه، نویسندگی بکنه. چقدر خوب است. یک عالم ما ترجمه کردم اگر زنم عالم باشه کلی ترجمه مرا پس اونجا نوشتن میگیره، کلی گپای مرا درج میکنه، ورق میکشه سبا. پیغمبر علیه السلام کامیابیش تا ای بود که ازواج مطهرات و اینطور شاگردای زیرک بود که کلمات پیغمبر علیه السلام مکمل حفظ میکرد. از او خاطر بعد از وفاتش مشکل ترین موضوع مسئله که پیدا میشد که پیش کی مراجعه میکرد؟ عایشه رضی الله عنها. علم نیسته. یا از او خاطر مجبور غیبت کنن، مجبور بره در بازارا بگرده. تعجب خود دریج است که بچه، 4 بچه در خانه، شوهر در خانه، اما در سودا گرفتنی سبز ترکاری کی میره؟ زن میره. او برادری چی گپ است؟ چرا اینطور میری؟ نه تو آورده نمیتونی. من چنه میزنم. ای بدبختای دکاندارم باز همیطور چنه را خوشم داره، خنده کنه، مذاق کنه. خود دیگه تا را قیمت میده او را ارزان میده. ارزان دادن از او به کدام مقصد است؟ او متقی است، او مسلمانی واقعی است، او فاسد است. او میگه مقصد پیدا شود. نعوذ بالله. خواهرای ما بدانه وقتی تا ضایع نکنی. از مریم یاد بگیری. مریم هم یک دختر است. الله متعال همونطوری را ملک پیدا نکرده، از مادر تولد شده، اما مادر بود. مادری طور مادر بود که وقتی طفل در شکمش پیدا شد احساس کرد قال انی نظرت للرحمن، نه قال انی نظرت ما فی بطنی محررا. اوی طور گفت که یا الله من نظر کرده من چیزی را که در بطنم است آزاد شده برای خدمت دینی تو. او فکر میکرد که بچه است. از همون خاطر چیسته فلما وضعتها انسا، وقتی که او را دختر تولد کرد دیگه چی کرد؟ از روی حسرت میگفت که اینی وضعتها انسا، من خویره معنیست با دنیا آوردم، آلی او شرطم پوره نمیشه، هدفم پوره نمیشه. الله متعال میگه که چیسته؟ او بچه که تو طلب کردی مثل این دختر نیسته. این دختر الله علایده کمالات داده. مادر نیک بود، آلی دخترم نیک است. دختری نیطور نیک است. چی میکنه؟ آلی هم الحمدلله دخترای جوان ما افتخار است که پدر و مادر تلویزیون سعی میکنه، دختری اتاق میگذاره در اتاق دیگه میره مطالعه کتاب میکنه، تفسیر نوشته میکنه. الحمدلله اینطور خواهرها فعلا داریم. اما به این پدر و مادری این دخترش افتخار نیست، میره کش کده پس میارشه که چرا تو تلویزیون نمیبینی، چرا از ما بد میبری. اینطور بدبخت پدر و مادرم پیدا میشه، افتخار نمیکنه. بله اینی را انتباز میگه. مریم از مردم جدا شده، نمیخواد که با مردم خلط مل شوه، وقتش ضایع شوه، غیبتا بکنه. اذ انتبذت، در آن وقتی که یک سو شد، یک طرف شد، من اهل از اهل خود، مکانا شرقیا، در جایی که طرف مشرق بود. مفسرین میگه که برای چی بود؟ بعضی میگه برای غسل کردن، بعضی میگه مریضی ماهواری سرش آمده بود، از یاد تنها شده بود. نه، مریم عابده بود، عبادت الله را میکرد، آلی با نشستن با این قوم و قبیل خود وقتش ضایع میشه. او طرف شده. فاتخذت من دونهم حجابا، گرفت من دونهم در پیش روی امیم اهل خود حجابا، پرده را، به خاطری که عبادت الله را به وجه درست بکنه. فارسلنا الیها روحنا،
عبادت الله را شروع کرد. الله لایق دید که به این طور زن این طور بچه بدم که او بچه علامه و نشانه باشه برای مردم دیگه. این زن همی لیاقت پیدا کرده، عبادت الله را زیاد کرده. فارسلنا الیها روحنا، پس ما روان کردم به سوی امی مریم روحنا، جبرئیل امینه. اطلاق روح بالای جبرئیل امین میشه چرا او سبب حیات است. وحی الله را بیاره که او سبب حیات است. فتمثل، شکل مصور شد، به شکل جور شد لها برای مریم بیبی بشرن یک انسان سویا، درست اعضا، مکمل انسان کامل. جبرئیل امین به شکل خود یعنی شکل فرشته یا ملک پیش شده نمیتونه، بلکه به شکل یک انسان آمد. قالت اینی اعوذ بالرحمن، تناست مریم در جای خلوتش است و یک انسان در طرفش میروه. مریم خود پاک دامن است، عفیف است، میگه اینی اعوذ بالرحمن. اولین چیزی که پناه به کی میبره؟ به الله متعال میبره. درس میده برای ما و شما. زمانی که به مشکل گیر میاییم، دوچار مصیبت میشیم، اولین چیزی که ما پناه میبریم به سوی کی؟ الله متعال است. قال اینی اعوذ بالرحمن، ما پناه به الله میبرم منک از تو، این کنت تقی، اگر تو آدمی چیسته متقی هستی یعنی دور شوی از ما، چرا طرف ما آمده رایستی؟ طرف ما نبیا، تو انسان هستی، قطعا چی سر و کاری داری؟ ما عکسای خودم روان میکنیم، فیسبوک جور میکنیم، عکس خودم در فیسبوک میمانیم، باز خودم دختری متدین معرفی میکنیم. عجیب دختر هستی، عکسی تا در فیسبوک دادی، هنوزم باز حدیثا را نوشته میکنی. این کار نکو. شماره تا دادی، کلماتی که خطی تو گفته میشه، خنده و مذاقی که میشه، تو خبر داری که کلمات کدام کلمات هستی؟ زناست. پیغمبر علیه السلام میگه هر عضو انسان زنا میکنه. زنای چشم نظر است، زنای چی؟ زبان، اینمی کلمات نامشروع است. زنای گوش، اونمو موسیقی و کلمات عشقی را شنیدن است. هر عضو انسان زنا میکنه. شما بچه ها و دخترها باید از این اجتناب بکنه. این رساله بازی و این گپا را قطعا دور بگذاری. قطعا به نام که من تعلیم میدم، من فتوا میدم یا من مسئله را پرسان میکنم. اگر تو دختر جوان واقعا عفیف و پاک دامن باشی، از بچه جوان پرسان نمیکنی مسئله را، از عالم پرسان میکنی. بچه جوان چی میگی؟